قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودن ثلاثه لا ترد دعوتهم، سه کس هستن دعاشون رد نمیشه، سه کس هستن دعاشون رد نمیشه. یکی امام عادل هست. امام عادل منظور حاکم هست، حاکمی که عدالت بکند، بر ملت خودش رحم بکند، ظلم نکند، دروغ نگوید و خیانت نکند، عدالت را در حکومتش عملی بکند، دعایش مستجاب هست. و صائم حین یفطر، روزدار وقتی که افطار میکند، یعنی روزدار وقتی افطار میکند قبل از افطار محل دعا هست که شخص دعا بکند، الله تعالی دعاشو اجابت میکند. و دعوت المظلوم، و همچنین نفر سوم دعای مظلوم هست که الله تبارک و تعالی یرفعها الله دون الغمام یوم القیامه، الله تعالی دعای مظلوم را بلند میکند به سمت آسمان تا به ابرهای آسمان. و تفتح له ابواب السماء، درهای آسمان باز کرده میشه برای مظلوم. دعای مظلوم یقول بعزتی لانصرنک ولو بعد حین، الله تعالی میفرماند لانصرنک، حتما تو را نصرت میکنم، حقت را ظالم میگیرم، ولو بعد حین، ممکنه زمانی طول بکشد، مدتی طول بکشد، اما این که الله تعالی ظالم را مهلت میدهد این دلالت بر این نیست که الله تعالی ظالم را تایید میکند یا ظالم را دوست دارد. خواسته ما این هست که ما میگیم فوراً الله تعالی بگیرد، فوراً مؤاخذه بکند، اما الله تعالی بر حسب قانونی که دارد ان الله لا یملی للظالم فاذا اخذه لم یفلت، الله تعالی ظالم را مهلت میدهد ظلم بکند، تجاوز بکند، قدرت دارد، بر زمین ستم میکند، اما وقتی که الله تعالی گرفت ظالم را لم یفلت، دیگه مهلتی نیست براش، دیگه مهلت دادنی نیست. كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. الله تعالی اینچنین اهل قرایی که ظالم بودن مهلت داده، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و املی لهم ان کیدی متین. الله تعالی اعلام داشتن که ما میگیریم آنها رو. چگونه میگیریم؟ استدراج، مهلت میدیم. ظالم ظلم میکند، زیادروی میکند تا به انتها برسد، اون وقت الله تعالی را میگیرد. اخذ شدید دارد الله تعالی، گرفتش بسیار سخت است. یا حسن هذاك العطاء المتنوع